من در یک زواد کار میکنم. در وقت پیشین و عصر پیش من برگادیر می آید. نمازم را خواندن نمیتوانم. بگاه قضا میخوانم. نمازهای من درست است؟ برادر عزیز، این عذری که خودت از بیان کردی قابل قبول نیست. چون که بسیاری مردم مسلمان در همین روسیه کار میکنن و از او شرایط هایی که تو بیان میکنی از او بدتر شده کار میکنن، ولی باز هم نمازشون قضا نکرده میخوانن. در همین قانون است که در وقت کار در یک روزی که همون سمینه کاری هسته 2 ساعت پس باید که با گفتی همین عروسا پریکور هسته، تنفس 10 minut یا 15 minut تنفس است که در همون تنفس تو حق داری که مثلا چیکار میکنی بکنی. خو سیگارت میکشی، خو میره نماز در وقتش میخونی. و بریگادیرم که باشه خدا کی نیسته. تا اگر یگان بار هوای پرسیدی که من در ظرف 5 minut یا که 10 minut من باید نماز ما بخونم. ما هم در همین روسیه کار میکنیم. وقتی که نماز میشه ما همون نچلنکا را میپرسیم که ما باید نماز بخونیم. اونها اجازت میتین. یا اینکه نگاه میکنم همون وقتی تنفس یعنی پریکور وقتی نگاه میکنم همون وقت پریکور میرم نماز ما در وقتش میخونم. این عذرهایی که برادر عزیز خودت بیان کردی اصلا قابل قبول نیست. خب مثلا اگر همین خیلی استروگی میگیرن، خیلی سختی میگیرن که دیگه تو نماز تا خوانده نمیتونی، خوبش از همین خیلی کار دست بکش. خداوند یگان انسان به ریسک نمیمونه برادر عزیز. انشاءالله که وقتی که به خاطر الله یک کار ترک میکنی، به خاطر آن که نماز در وقتش بخونی، الله دیده است انشاءالله که یک کاری از ایده بهترش نصیبت میکنه. کسایی که به خاطر کار نماز قضا میکنن در تحت وعید سخت همین آیت داخل میشوند که الله رب العالمین میفرماید فویل للمصلین، ویل است برای نمازگزاران الذین هم عن صلاتهم ساهون، همون نمازخوان هایی که از نمازشون غافلن، نسبت نماز بی‌پروا هستند، کار از نماز بهتر میدونن. به همین خاطر برادرای عزیز هرگز به خاطر کار نماز قضا نکنی. قضا کردن نماز در همین آیاتی که از من بیان کردم الله رب العالمین برای انسانهای نمازگزار ویل گفت. در اینجا خداوند نگفت که ویل برای بینمازان، ویل برای نمازگزاران گفت. همون خیلی نمازخوانه که از نمازش غافله، پروای نمازش نداره، یعنی کار از نمازش بهتر میدونه. برادرای عزیز کار قربانی نماز بکنی، نه اینکه نماز قربانی کار بکنی. کسی که از الله میترسد، تقوا پیشه میکنه، خداوند از تمام مشکلات براش یک برآمدگاه میسر میکنه و برای او از جانب رزق میده که امید نداره. چطوری که الله رب العالمین میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا پیشه کنه، از حرامهای پروردگار دست بکشه و امرهای پروردگار را انجام بده، خداوند برای اون از تمام مشکلات یک برآمدگاه میسر میکنه و او را از جانب رزق میده که امید نداره. و همین خاطر برادرای عزیز هرگز به خاطر کار نماز را قضا نکنی. همون خیلی کاری که مانع نماز شما میشوند همون خیلی کار را ترک بکنی. زمین پروردگار وسیعه، انشاءالله که در اینجا که نشی در یک جای دیگه حتما خداوند یک کاری خوب و بهتر از او را خداوند نصیب شما میگردانه.